بچه‌های تیم ملی ما توپ رو همچنان در اختیار دارن. محمد جواد صفری رو می‌بینید که در میانه زمین آمده. حالا موقع برای تیم ملی ما هست. رضا حسین پور ضربه می‌زنه در برگشت. رضا حسین پور گل برای تیم ملی ما. بالاخره قفل دروازه تیم ملی عربستان را شکستاندیم و دروازه رو باز کردیم. بازی 1-0 شد و شیر بچه‌های ما دروازه رو باز کردن. چقدر خوبیم، چقدر خوب این بچه‌های ما. بریم برای افتخار، برای غرور و برای پیروزی. این ضربه جان 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 بنازم. چه تیمی، چه بازی. فوتسال افغانستان به تیم ملی عربستان در نخستین بازی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا با گزارش من محمد داوود نادری. نیمه خسرو با برتری 1-0 ما به رختکن رفتیم. امیدواریم در نیمه دوم هم بتونیم نتیجه خوبی بگیریم. بازم کار دارن. میشه چپ زمین موقعیت محمد جواد صفری نشان میده که یک سوپر استار به مهره کلیدی تیم ملی فوتسال ما هست. محمد حسین بود برای محمد جواد صفری. بازم حسینی موسوی با برای فرزاد محمودی. خودش فرزاد محمودی یکی از بهترین چپ‌های فوتسال کشور ما هست. فرزاد پاس زیبا به فرصتی که از دست میره برای تیم ملی ما. تو برای تیم ملی ایران باشه خنده. فرصتی که ضربه دیگر رضا حسین پور میزنه و دروازه رو برای من توپ باز میکنه. بچهای ما مقتدران به دوم میرسن. بازی میشه 2-0. تیمی که میشه موفق کرده نام افغانستان رو بلند میکنن در میادین بین المللی. ببینیم با هم ضربه رضا حسین پور دوباره در برگشت زد و دروازه رو با پای چپ باز کرد. شماره 7 زیبنده رضا حسین پور. افغانستان 2 عربستان سعودی 3. ما به جهان نشان میدیم که ما کی هستیم. هم گفت به امکانات زیادی دارن. فرصت دروازه خالی که باز نشد. کپتان ما اگر کمی دقت بیشتر از خودش به خرج میداد حالا شاید دروازه برای بار سوم باز شده بود. دروازه با عربستان باید مراقب باشه. عربستان قرار داره این ضربه فرصت میگیره محمد جواد صفری. دیوار ما در درون دروازه صخری به نام محمد جواد صفری. چه توپی را گرفت. ناممکن ممکنه برای او. محمد جواد صفری فرصت داریم. موقعیت تک به تک ضربه زده میشه سوی اکبر کاظمی و توپ رو میارن به زمین تیم ملی. تیم ملی عربستان 1:23 ثانیه. توپی از ما فرصت هست. ضربه زده میشه دروازه خالی. گل تمام. سوم برای تیم ملی ما و کار عربستان تمام شد. میده قنبری دروازه رو باز کرد. یا حسینی این ما هست. این تیمی است که برای غرور و افتخار در میادین بین المللی می جنگه. و هم ببینیم بله امید قنبری دروازه رو برای بار سوم باز کرد. به ما 3-0 پیش افتادیم و تمام هست کار عربستان. تمام به ما 3 امتیاز را کسب کردیم. اینها افتخار ما هستند. امید قنبری یعنی شما 9 تیم ملی ما موفق شد دروازه برای بار سوم باز بکنه. چه اتفاق افتاد؟ باید ویدیو چک بشه. حالا خواهد گرفت. بله تمام گل پذیرفته شده. قرار داره رو به عقب ناصر. بله تمام میسال پایان بازی. پیروزی شیرین به
ارزشمند بچه‌های تیم ملی فوتسال ما در نخستین بازی دور و گروهی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا برای همگی هموطنان عزیزم مبارک باد. انشالله که هر کجایی که هستید جور و سعدمند باشید تا بازی دیگر به گزارش دیگر بازی جام ملت‌های فوتسال آسیا و تیم ملی دوست داشتنی ما. خداوند یار و نگهدار همه شما خوبان.